در سال 2006 تیمی از نیروهای ویژه آمریکا چیزی را در کوههای ایران کشف کرد. چیزی که قرار بود آینده بشریت را تغییر دهد. اما هیچ وقت وجودش را اعلام نکردند. زاگرس، کوهی که گفته می شود زمان از آن عبور نمی کند، بلکه در آن گیر می کند. سالها در دلش چیزی خاموش بود، چیزی که نه زمین آن را ساخت و نه انسان آن را یافت. صداها می گفتند اینجا خوابیده است، اما دانشمندان میگویند شاید این کوه چیزی را بیدار کرده باشد. اگر زاگرس واقعا راز زمان را در خود داشته باشد، پس سوال اصلی این نیست که چه چیز درونش پنهان است، بلکه این است چه کسی آن را پنهان کرده. اگر آمریکا واقعا در دل کوههای زاگرس یک دستگاه پیدا کرده باشد که زمان را خم می‌کند، پس چه چیزی باعث شده آن دستگاه فقط چند ساعت بعد ناپدید شود؟ و مهمتر از همه، چه کسی قبل از آمریکا به آن رسیده بود؟ همه چیز از یک سیگنال شروع شد. سیگنالی که هر 4 دقیقه یک بار از اعماق کوه‌ها خارج می‌شد. نه طبیعی بود، نه با منطق فیزیکی جور در می‌آمد. سیگنالی شبیه ضربان قلب، شدت آن در عمق زمین بیشتر می‌شد. جهت آن دقیقاً به یک نقطه می‌رسید. دانشمندی که چند سال بعد فرار کرد می‌گوید انگار چیزی زنده بود، اما نه یک موجود، بلکه یک فناوری. طبق اسناد فاش شده، ماهواره‌های جاسوسی آمریکا اختلالات زمانی بسیار خفیفی را در آن منطقه ثبت کردند. ساعت‌های اتمی چند میلی ثانیه جابجا می‌شدند. پهپادهایی که وارد منطقه می‌شدند، دچار تأخیر تصویر و نویزهای زمان محور بودند. نوشته یکی از تحلیلگران، چنین اختلالی معمولا فقط در آزمایشگاه‌های زمان کوانتومی دیده می‌شود. در سال 2005 پهپاد آرکیو 170 تصویری ثبت کرد. یک درز بسیار باریک در دیواره صخره‌ای که هیچ کس تا آن روز متوجه آن نشده بود. در ورودی آن حکاکی‌هایی دیده می‌شد که نه خطی میخی بودند، نه هیروگلیف، نه خط اوستایی، بلکه نمودارهای موجی شبیه فرمول‌های فیزیک مدرن. دانشمندی گفته چیزی در این حکاکی‌ها بود، انگار ریتم زمان را توضیح می‌داد. تیم آمریکایی با چراغ‌ها وارد تونل می‌شود. دیوارها کاملا صاف، انگار با لیزر بریده شده. سنگ‌ها بدون هیچ خطای انسانی کنار هم قرار گرفتند. حس عجیبی وجود دارد. حتی صدا در آنجا باعث اکو زماندار می‌شود. سربازی گفته وقتی فریاد می‌زدیم، پژواک صدا هزاران ثانیه دیرتر برمیگشت. انگار زمان داخل تونل کندتر بود. در انتهای تونل اتاقی بود شبیه مقبره‌های باستانی، اما یک تفاوت بزرگ داشت. در مرکز اتاق یک استوانه فلزی سنگی قرار داشت. جنسش نه آهن بود، نه سنگ، نه هیچ ترکیب شناخته شده‌ای. روی استوانه حلقه‌هایی با طرح‌های موجی بریده شده بود. حلقه‌هایی که بعدها مشخص شد دقیقاً مشابه نمودارهای انحنای زمان در نسبیت عام هستند. وقتی تجهیزات نزدیک شدند، لیزرها از مسیر خود منحرف می‌شدند. صفحه‌های دیجیتال جلو و عقب می‌رفتند. دوربین‌ها فیلم را با تأخیر یکسانی ضبط می‌کردند. احساس سرما و گرما به طور نوبتی و منظم ایجاد می‌شد. یکی از دانشمندان فریاد زد این یک تداخل زمانی است. این چیز داره با زمان بازی می‌کنه. گزارش‌ها می‌گویند یک هلیکوپتر مخصوص حمل اشیاء فوق سنگی فرستاده شد. تیم‌ها کابل‌ها را وصل کردند، اما هر بار که دستگاه تکان داده می‌شد، جاذبه اطراف دستگاه تغییر می‌کرد. اجسام کوچک به طور نامنظم روی هوا شناور می‌شدند و سپس با شدت به زمین می‌خوردند. یکی از تیم‌ها گفت این یک سلاح نیست، یک کلید زمانه.
در همان لحظه گروهی ناشناس وارد تونل می شود. لباسهایشان شبیه نظامی ها نبود، چهرههایشان مشخص نبود، اما کتیب‌های روی بازوانشان داشتند که بعدها مشخص شد از نمادهای باستانی ایران باستان است. یک افسر آمریکایی گفته آنها دقیقاً می‌دانستند دستگاه چیست. گروه به انگلیسی فریاد می‌زند این دستگاه متعلق به شما نیست، این از جهان شما نیامده. درگیری رخ می‌دهد، تونل لرزش می‌گیرد. گروه ناشناس دستگاه را غیرفعال کرده و دهانه تونل را منفجر می‌کند. در سالهای بعد اسنادی از CIA فاش شد که روی آن نوشته شده Temporal Device ایران Mountains، دستگاه زمانی کوههای ایران، و مهمتر از همه Origin Unknown Possibly Non-Human، منشأ ناشناخته، احتمالاً غیر انسانی. و پایین سند Item Lost Access Denied، شی گم شد، دسترسی ممنوع. دانشمندان امروزه 3 احتمال مطرح می‌کنند. تکنولوژی یک تمدن گم شده، تمدنی پیشرفته تر از امروز که قبل از تاریخ ما وجود داشته. فناوری بازماندگان آینده، فرضیه‌ای که میگوید آیندگان برای انتقال اطلاعات به گذشته وسایلی مثل این میسازند. دستگاهی برای خم کردن زمان، نه سفر در زمان. چیزی مثل ارسال پیام به گذشته، دیدن آینده یا تغییر احتمالات. اگر چنین دستگاهی واقعا در اعماق کوههای ایران پیدا شده، پس چه کسی آن را ساخته؟ چرا در ایران پنهان شده؟ و مهمتر، آیا اکنون دوباره فعال است؟ این فقط یک داستان نیست. رد پای آن هنوز در اسناد طبقه بندی شده آمریکا دیده می شود. اگه دوست دارید قسمت دومم بسازیم که توش به نقش دانشمندان آلمانی و پروژه های زمان در جنگ جهانی دوم بپردازیم، همین الان کامنت بذارید تا شروع کنیم.